سه سوال دارد. یکم، خواب بر شکم جایز است یا نه؟ با شکم خواب کردن جایز است یا نه نادرست است؟ یکم که انسان وقتی اگر با شکم خواب میکند، ما مردم عادتمان همین است که پیش از خواب کردن حتمی خوراک میخوریم. حتی بر معده هم خواب بر شکم ضلال دارد. شما رفته طبیبا را پرسید، یا کتاب ها میگن کتاب هیچ وقت غلط گپ نمیزند. با معده تان حتی ضلال دارد. دوم، بر هضم کردن تان هم ضلال دارد. هضم هم نمیشود در حالت اگر انسان با شکم خواب کند. سوم، یک حدیث در سنن ابو داود دیده بودم که شخص یادم رفت از پدرش روایت میکرد که از باباش روایت میکرد که من در مسجد خواب بودم با شکم، بناگاه کسی با پایش مرا تکان میداد. در سنن ابو داود میگذرد. بناگاه چشمم میکشایم میبینم پیامبر خدا با پایش مرا تکان میداد، میزد. گفتم پیامبر خدا چی شد؟ گفتن که با شکم خواب نکن که این طرز خواب کردن خدا بد میبیند. یعنی با شکم خواب کردن خداوند بد میبیند. ما همیشه خوابمان باید با طرفی راست باشد، طریقی سنت، بر رو و سوی قبله. ولی بعضی ها ما در خواب طرف قبله هم پامون دراز میکنیم، پروا نداریم، میگیم خیلی چی گپی نداره، سنت است. برای ما سنت گناه نیست. گویا که سنت گناه نیست، یا گویا مستحب گناه نیست. دوم، در وقت نکاح ملا حق دارد که زنگیر را از کلمه شهادت پرسد؟ بله حق دارد. بازی تری ملاها هم که باقی نمانده است که پرسد، مثال همو شهر گویم از کلمه شهادت، ای بای که ترا در همین سین سال 18 و 19 کلمه شهادت پرسند. این برای آن میپرسد که تو بار در زبانت کلمه شهادت نگفتی. در 18 سالگی تو باید آل تفسیر بخوانی و حدیث بخوانی. در 18 سالگی باید تو حافظ قرآن باشی، ولی تو کلمه شهادت را نمیدانی یا کلمه طیبه را نمیدانی. اون میپرسد که همین کلمه شهادت از کلمه طیبه چه فرق دارد؟ کنی کلمه شهادت از کلمه طیبه جدا کن. برای مولا حق دارد که حتی چه دختر و چه بچه را پرسد نمازات را میخوانین یا نه. اگر مولای با تقوا باشد اونجا دوگد که نه نمیخوانیم، نکاحشون را نمیبنده. پرسیدن حتمی و ضرور است. نکاح ها هم با طریق شاهدی باید نباشد. شاهد روان کردن ما امروز امکانیت گویم امروز به همین ما باید که چنگ نزنیم به شاهد. ما دخترها را از یک طرف، بچه را از یک طرف بینشان پرده میکشیم، در بین ایشان صحبت میکنیم، حداقل 15-20 دقیقه صحبت میکنیم، اونها را به زندگی ها از زندگی ها خبر میدیم، از عروس و از شه میپرسیم، بعدا نکاحشون را میبندیم. برای این بسیار خوب میشود. آفرین همون داملایی که اگر شما را از کلمه طیبه یا شهادت پرسد. سوم، ملا چی معنی دارد؟ ملا اصلا معنای پر را میدهد. پر از چی؟ پر از حکمت، پر از دانش، پر از آداب، پر از نصیحت، پر از اندیشه های خوب، پر از علم. اینا میگن ملا.
خدا کند که ملاهای ما پر از حکمت باشند، پر از دانش باشند. خدا کند که به همون سله و کله و به همون ریش عمل داشته باشند. خدا کند که همون ریش و سله و جلک برای فریب کردن مردم نباشد. خدا هم تا انصاف دهد. خدا کند که همون صورت ظاهری ملاها یا سیرت ملاها برای مردم چنان هوس را، چنان خواهش را پیدا کنند که در خصلت‌های خوب این ملا اونا تقلید کنند. خدا این خیل ملاها را در ما زیاد کند. خدا که همون ملایی که نام ملاگی داشته باشه ولی در دل او سوز و در دل او برای پیشرفت دین خواهشات نباشد یا دلسوزی نداشته باشد، خدا نامی هم ملا را گم کند. ملا معناش علمین است برادر عزیز، پر از حکمت، پر از علم، پر از دانش، پر از حقیقت. در صورت ملا فریب دادن مردم این ضرر دین است. پیامبرمان گفتن از دجال نمی ترسون. دجالی که ببین تمام بنده های خدا را همه را در گمراهی میکشد، نمی ترسون، ولی از دجال های امت خود می ترسون. گفتن دجال های امت تو کیست؟ گفتن پیشواهایی که مردم را گمراه میکنند، از آنها می ترسون. پیشوا باشیم سبب گمراه کردن مردم شویم. این بسیار به خدا بدبختی کلانی هست، بسیار.